کسب روزی حلال. کعب ابن عجره رضی الله عنه می فرماید مردی بر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم گذر کرد. قدرت و توانمندی و حرکاتش صحابه را به شگفت واداشت. عرض کردند ای رسول الله، چه میشد اگر از این نیرو و توانمندی در راه الله استفاده میشد؟ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند اگر این مرد برای کسب روزی حلال جهت سیر کردن فرزندان خردسالش تلاش و کوشش می کند، این عمل وی در راه الله محسوب می شود و اگر برای حفاظت از آبرو و عفت خود و عزت نفسش تلاش می کند، در راه الله محسوب می شود. اما اگر برای ریا و فخر فروشی از منزل خارج شده باشد، در راه شیطان است. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. اللهم إني أعوذ بك من الهم والغم ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم ارزقني رزقا طيبا حلالا مباركا فيه.